میاد شمار بگیره چلیک زن دولاخ میکنه دولاخ نکنین دیگه بچه رو توی تم بخوره که توی نفت گیریم با دولاخ نکنه نگه میدونم بچه رو بخواه چیت بخوره نگه دو زلفانت بود تاره رو بابم جان چی میخواییم از این حال خرابم جان تو که با ما سر یاری نداری جان چرا هر نیمه شبای بخوابم آی رو بابا جان دل کبابه چکه آی رو بابا جان دل کبابه دل دا گیلک آه با خالق خوندن میکنی چیکار کنم به دنبال رمیام ها اشتن گیلک اشتنی جانجور بخیر، خیلیت سلامت. درستی جانجور شکر زنده بشی اشتنی شکر سر گوسفندا گوسفندا خوبه دیگه تویت میخوره ولی گیلک همین گوسفندا از کینه کجیلک از کجی کجیلک بچی اصلا مماثل هم قد کته چلچلر میگم خب میگم دیگه همون چلچله ها و تو من بوجی چند ماش میده 36 سر 3600 او خرجم یک وعده میده گیلک چه نمیفهمی چه ها کل خراب تو روز زمان 160 روپیه عرق میرزونی روزی میفهمی گیلک اگه من به تو بوجی 6-7 هزار پولم بدم خرچ رخت و لباس دارم بدم پیارم گوسفند خریدن میای گوسفنده ها میچرنی اصلا تو بپرس از تو کسی از تو نیه بپرسم این کیسات رو مال دیف کنه خب بپرسیم اصلا دو تا میش به تا کیسات رو دولخ میکنه که تو با خود گیلک. کلی بنده خوبه مثلا این قد کتگاه که تو نوشتی هستی چلچله تو نمیته گپ میده که اصلا دوی نبودی نه که بوی 3000 چه که به تو میده 3600 120 روپیه میشه خب روز تا شون بگم شما پیار تو چند مثلا روزی به من میده روز 200 کار میکنی پلاستیکی پول خرچ لباس دارم میدم برو خودی پیار خوشه میری گیلک برو گپ. شرط یلد دیگه اما لیاله کنم بسم الله یلد خود نمیه گوسفندا خور میبرن برای که خود پیار مگب زن بله بیا آنه بابا یه بودی؟ بابا گیلک بیا اردوان گیلک جان اشتنی های دیگه چی خوبیه گیلک اشتنی بس دیگه زنده باشین اشتنی مامان امروز یاری خیلی خیلیته جانجور شما همین درس را قدیمی خود نکندین ها دیگه حتما در سال قدیمیه دیگه زنده باشین این خبر هم از شما نه بالیو عجب خب گوسفندان اینجا بیارین بالیو نگو ها من خیلی وقت میشه افسوس دور میخورم افسوس من چرا هر دیگه معلوم میشه بچه صداقت کار هم هستی نه باور کنیم من پول صداقتکار نیم من ما تا شما خود گوسفند میشه بچه کاسبی هستی به دیگه حساب کسیبی میگوین گوسفند خوب میچیرنی اشته کاسب گوسفند خوب میچیرنی گوسفندان نمیزنم به هفته و برابر و اینجا به تا زمین ها مردم گندم بخوره شیلی بخوره بابا خودی گپ زنین دیگه خب گیلک جان خودی کی کار میکردی؟ خودی چلچله برج چنده برای تو میداد؟ روز 120 روز 120 36
خب حالا ما چنده بودم به تو؟ کی چنده بدم ما چنده بودم با عباس به چیش من گفت 200 هر روز 200 میدم چهار بعدن گفتن خرج تو گفتم ما تو بیشتر میدم بیا گوسفند ما بچرانم. من همون روز 200 برای تو میدم. آه همون 2 از خرج تو هم میدم. خب کی و کی صبح چاش. دام نماشون برم مثلا خو نماشون بیا از میره گوسفند میاره. گوسفند میاره و سر میاره خود تعمیر کنه خود. خوبه بفهمیدی؟ ها برو دیگه گوسفند برای نشون ده. برو صحرا. گیلک میفهمی که کشته بچرانی گوسفند آیا خب معرف من خود من چیزم ماله آره تو پول بیشتر نمیدن گوسفند کنم وش کنی دیگه. خوبه برو دیگه. خود عباس برو. خود عباس برو دیگه. گوسفندا به دستم بده ها. گوسفندا چلچل تا کوچی یلا کردم میگفتم باشه یلا کدی. آه گفتم یلا کو اینا خود اینا میام میبرم. همین گوسفندا مردم گم میشه خب اینا چه چیزی کردن همه میبردن و در سر رو تعیین میکردن بعضی وقت گوسفندا بلد هوشیاره گوسفندا از من هوشیارتره گوسفندا میره به سراخو برو برم بله. بابا. بله بیا کن گوسفند رو تو. خب کو عباس گوسفندا کنه و دکتر میبینی بیا آمدن این بر 40 تایه چه تا آه بار نمازگرا بیارم اینجا تا حساب کن اینجا سکنم موش نداره اول اینجا گیلک سکن نترس بیا دیگه تو گوسفند چرا میچری از موش بترسی. تا پیشون عباس آه نترس گیلک تو جا ترسی نیه. با چیه؟ اینجا سگ کوخچه کرده بیا گیلک تو اگر سگ سگ یک کوخچه کرده خب پس تو گوسفنده رو رشته میچرونی. ها نه گیلک تو چیزا نترس. یک پیره شهر معیار ندارم باشه که من خود شما گپ دارم شما که به خوبی نمیفهمه صاحب کو آنی ماما نیرود خود چه شما بدید خب خیریته خیریت تیره ماما نیرود خیریت به کجاه خب چکار شما چی هم میگی لکه بردیشتیم بیاوردیم به پیش خود مزدور کردیم چکار کردم بیاوردیم به پیش خود مزدور کردیم خب که خوبی چی داره یعنی گناه کردم که به پیش مزدور کردم کاکا مزدور من بود و همه گوسفنده هم میچرون چرا کاکا بردیشتیم بیاوردیم کی به شما گفته میدم که کاری کنی حالا ما بزرگ- گوسفنده هم صبح به تازه زمین به تازه کوچه لکرده و کیسه بیامده خب یک مزدوری بگی پیار خود جنجالم نشد جنجال نکن چی جنجال نکنو مرد که اختیار خدا بعد کار میکنه مامان رو شما شرم آیو نداری دست پا کم کن دست کم کو یه گوجه بی برو وقتی مامان رو برو برو خود برو شرم آیو شما نداری برو به خود کام مزدور بگی مزدوری بگم که مزدور من چی حق داشتی بیامانی بگرتی چی که خدا میدونه داری ببری از ساده خدا حالا میگم بیشتر که داده بزن باشی برو برو کار خود یک گوجه بی برو چی برو برو دیگه. برای کار خو کاکا جو برو به خود مزدور که بگی کاکا سبود بیشه من بیاردم به سرم این کار بار خود شما رو برداشتیم بیارده خرج و خوراک و لباس و پوشاک این همه داده متگر بزیدیم خوب کار میکنه بدی میگی هر روز سادی بیسی من متگر میای با شما گوسفند میچرونه ابا کور به من میکنه که بیشتر ولی بودم برو کاکا مرکز ما برج 6000 داره میدم گرجی شیشه برو، ادم من برو. میگه پول گپ دادیم و داشتیم برو بخیر یک مزدور دیگه بگی برو شما میرین برو سر دل داری کاکو سر دل داری برو. شما خیلی سر برو دل تو داری تاجو میزنم با یک دمی نزنی یک دمی نزد برو دیگه خجالت نمیکشم لالا ادگون سلام الله رمضان اشتنه خیلی سلامت زیارت خیریت خیلی آخی برو ای در میمیه که ده 12 تا خونه میترسم برو اینجا سرا همسایه شما سگ داره میترسم پیش در طرف رو سگ کسی اله نمیده درسته. میفهم شکر زنده باشی چیکار میکنی؟ به خدا برو پرتای میته و سر نمی داره مره ها مردم چیکار وقت دارن که گندم ما رو بیاین درو کنی چون وقت نشده دیگه آه من اتفاقا تا دیشب گندم دروی دیشت خلاص کردیم بخیر بله خوبه همینا هم بیاین که بریم به شما نشوندم زمین ها هم برم اونا رو خیلی بینیم زحمت اینا رو بکشیم چون ما دیگه نمیرسم من رد در صاف کنم خوب گپ پینه مشکل نداره برو کار معامله چیکار بریم مال خود شما سر زمین چرخه مشکل نداره حساب اینا
شما حساب هم جایی که درو کردید تا به دیشب میگین درو کردم اشته گپ زدین چند گپ زدین جریب چند گپ زدین همون چیزی که رایجه دیگه بین ما 15 من برو ما موزر 15 منی درو کردین 15 من پربار بود کمبار بود اشته بوده ابی تو گندم هم کلا مشکل نداره لالا مشکل نداره من 15 من هم به شما میدم صحیح چند جریب داره 7 جریب میشه خب صحیح بریم زمینا سر زمینا بریم زمینا نگاه بریم صحیح بریم لالا رمضان همینای دیگه صحیحه دیگه یعنی تقریبا او زمینا هم هست او هم هست اینا هم اینا به جمع مونه دیگه صحیحه برو صحیحه خوبه باشه مشکل نداره بریم دیگه منگالا خب بیاریم بخیر خوبه، خود شما یک کار میدره لالا دیگه من یکه هم خوبه دیگه خیر بینه میدارم بخیر با دستای هم جمع میکنم به ما بدیم مشکل نداره همه تا آخر همه کارا به جمع شما ده چون من صحیح. نمیرسم من دیگه پانتون میرم درس دارم اینا دیگه شاید اردم پیش شما هم نیام بالاخره میگم امی همسایه شما چی نم داره اون سادگی اگه هم خود خوب بیار که زودتر خلاص شه چه ما نوروز گیلک آقا چه ما نوروزه همون هم بیار خود خوب اولال حال گوسپند میچنن اون حال چپ بیکار نیه نه خب خیره هم دست با کار باشه بالاخره من گفتم هم کار شما زودتر خلاص شه هم دست با کار نه او یک کاری هم نمیکنه خود ملالا کار خوبه انجام میده ما ساعت زودتر کلک کنده بشه خاطر وقت صحیح. کنه دیگه صحیح بخیر باشیم بریم شما تو بچه‌ها خب بیارین میره من میرم منگار خودم وقتی که به پیار خوب میگم مر بگذارین که برون درس بخونم کمر نمیگذارم من به می جوونی حقی که من بیام مال گندم داره کنم به می هفته و زلا وای 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 پیار میکنم مدام سال بم 12 و فکر پول بود و فکر آینده ما اصلا نیه کی بس این سال ما کسی گندم داره میکنه حالا بس این سال ما مردم به پانتون درس میکنه خدا دیگه